قبلا اسم اختلال بیش‌فعالی و عدم تمرکز یا ADHD رو شنیدین؟ ADHD اختلال عصبی رشدیه که مشخصه اون یک الگوی ثابت از بیش‌فعالی یا عدم تمرکزه که روی رشد و عملکرد تأثیر میذاره که معمولاً هم در کودکی تشخیص داده میشه، اما در بزرگسالان هم میتونه وجود داشته باشه. متاسفانه کمبود پژوهشی زیادی در ADHD بزرگسالان وجود داره. بعضی از محققین میگن از اونجایی که این اختلال رشدیه نمیتونه بدون حضور در دوران کودکی در بزرگسالی وجود داشته باشه. اما علائم این اختلال اغلب موارد در نوجوانی و بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنن. آمارهای NHS میگه که تا سن 25 سالگی 15% مبتلایان همچنان علائم رو نشون میدن و 65%شون علائمی دارن که زندگیشون رو تحت تاثیر میذاره. 6 نشونه اختلال بیش‌فعالی و عدم تمرکز یا ADHD. بی‌توجهی. یکی از مهمترین نشونه‌های ADHD میتونه بی‌توجهی باشه. یعنی نتونی به چیزی توجه کنی یا تو انجام کاری تمرکز نداشته باشی، به دیگران توجه نداشته باشید و یا جزئیات چیزی رو نادیده بگیرید. این علائم ممکنه به خاطر استرس هم باشه. اگه تمرکزتون رو مدام از دست میدین، بهش توجه لازم رو داشته باشید. توجه افراطی. سر دیگه این طیف توجه افراطیه. این نشونه باعث میشه که یک فرد انقدر روی یک موضوع خاص تمرکز کنه که کلاً همه محیطش رو فراموش کنه. یک تمرکز بیش از اندازه و افراطی مهمه که این علامت رو از اشتیاق به انجام یک کار و غرق شدن در اون تفکیک کنی. غرق شدن به خاطر تمرکز عمیق روی یک موضوع باعث احساسات مثبت میشه، اما توجه افراطی به خاطر ناتوانی در تنظیم توجهه. ممکنه روی تکالیف تمرکز کنی یا روی اسکرول کردن صفحه اینستاگرام. توی توجه افراطی یه مانع بر روابط شخصی، کاری و تحصیلی به وجود میاد. برای بهتر شدن میتونی کارهاتو اولویت بندی کنی یا یکی به سراغشون بری، یا از دوستان و خانواده بخوای که توی زمان مشخص بهت پیام بدن تا روی کار مهمتری تمرکز داشته باشی. تکانشگری. بدون نوبت حرف میزنی یا خودتو توی موقعیت‌های اجتماعی نامناسب قرار میدی؟ توی انجام کارها عجله میکنی؟ همه اینا میتونه علائمی از ADHD باشه. تکانشگری با عوض کردن تصمیم فرق داره. میتونه واقعا زندگی شما رو تحت تاثیر قرار بده و شما رو به دردسر میندازه. وقتی وسط حرف بقیه میپرین، اونا ترجیح میدن کمتر با شما صحبت کنن. شاید هم یه وقتایی بدون در نظر گرفتن عواقب یک کار اونا انجام بدین و اینطوری خودتون رو به دردسر بندازین. بی‌نظمی. هممون زندگی‌های شلوغی داریم، اما افراد مبتلا به ADHD بیش از اندازه احساس به هم ریختگی دارن. اگه مبتلا به این اختلال باشین، توی نظم بخشیدن به زندگی مشکل دارین و از اینکه هر چیزی رو سر جای خودش انجام بدین، دچار سردرگمی میشین. افراد بزرگسال مبتلا به ADHD ممکنه با مهارت‌های نظم بخشیدن مشکل داشته باشن، یا مثل ترتیب انجام کارها یا اولویت بندی منطقی. نوسانات خلقی. این علامت توی اختلالات دیگه هم وجود داره و مخصوص ADHD نیست، ولی اگه شما بهش مبتلا باشین از نوسانات خلقی و تحریک پذیری رنج میبرین. بعضی روزا خوب و آرومین، یه روز دیگه به همریختگی احساسی دارین. برای آرامش میتونین احساس خودتون رو بنویسین تا ترتیب نوسانات خلقی دستتون بیاد که بتونین براش آماده باشین. جدول داشتن بهتون کمک میکنه که یه روتین مشخص داشته باشین. از استرس نوسانات خلقیتون هم بتونین کم کنین. بی‌انگیزگی. هر کاری رو انجام میدید اما کارهای مهمترتون رو انجام نمیدین. بی‌انگیزگی علامت رایج در ADHDه و با علائم دیگه‌ای مثل نداشتن مهارت‌های نظم و ترتیب همراه میشه که توی انجام مسئولیت‌های شغلی دردسر درست میکنه. راههایی برای کاهش بی‌انگیزگی وجود داره، مثلا اینکه کارهاتون رو به قسمت‌های کوچیک‌تر تقسیم کنی که اینجوری اونا قابل انجام به نظر میرسن. همچنین در طی روز هیجانات مثبتتون رو بنویسین تا بتونین کارها رو انجام بدین. دمتون گرم که تا آخر ویدیو ما رو دنبال کردین. طبق معمول لایک و کامنت و سابسکرایب کانال فراموش نشه. اگه به انیمیشن های علمی و جالبم علاقه دارین، حتما پیج اینستاگرام ما رو که لینکش رو تو دیسکریپشن گذاشتم فالو کنین. مرسی از همراهیتون.